وطن و شهیدان استان همدان. سلام و درود خدمت همه فرهنگمندان، صاحبان اندیشه و فرهنگ و قلم این مرزبون به ویژه استان همدان. خب با توجه به اینکه آیین نکوداشت یکی از فرزانگان و مفاخر استان همدان هست که عمری دراز در پی نگارش اندیشه‌های خود در قالب مجموعه‌ای از کتاب‌های ارزشمند، کلام‌های پرگوهر بودند، من میخوام مقدمه‌ای رو در خصوص جایگاه مفاخر بگم به عنوان یک عنصر هویتی و تمدن‌ساز. یکی از کتاب‌های خود آقای دکتر احمد حبیبیان که من ندیدم همون کتاب تمدن در بینش نظری و عملی بود. یک مجموعه 10 جلدی است که اتفاقاً بخشی از اندیشه‌های تمدنی آقای دکتر حبیبیان در همون مجموعه هست. شاید هر کشوری، هر ملتی که نگاه بکنیم یکی از ویژگی‌های هویت ملی خودش رو در حوزه فرهنگ باید تعریف کنه و راهی جز این نیست. چون فرهنگ در دل تاریخ و تمدن ملت‌ها نهفته است. فرهنگ در اندیشه‌ها، در کلام، رفتار و کنش جامعه و انسان نهفته است از دیرباز تا امروز. خب چه کسانی این فرهنگ رو می‌سازند؟ مولدان و تولید کنندگان فرهنگ چه کسانی هستند؟ آیا همگان میتونند فرهنگ تولید کنند؟ کار دشواری است. کار مردان مرد است. مفاخر فرهنگی، شخصیت‌ها و رجال اندیشمند و صاحب فرهنگ این وظیفه سترگ رو بر دوش دارند. حالا چه خواسته چه ناخواسته. گاهی اوقات اصلا مسیر زندگی در این حوزه تعریف میشه. خود واژه مفاخر جمع مفخر است. مفخر یعنی این که یک واژه عربی است دیگه، از فخر میاد، یعنی آنچه که ما به اون فخر میکنیم، یعنی افتخار میکنیم. وقتی که میگیم چنین شخصی مفاخر هست یعنی به اون فرد میبالیم، باعث بالندگی ما خواهد شد و زمانی که با این بالندگی برسیم بخشی از اون هویت رو ما به دست میاریم. امروز اگر به تاریخ خودمون برگردیم ما به ابن سینا فخر میکنیم، میبالیم، به حافظ، به سعدی، به خیام، به عطار، به فردوسی، به مولوی، به هر کسی که هست در این مرزبون مفاخر متقدم ما میبالیم و یک عنصر فرهنگساز و هویتی هستند. به میرسید علی همدانی که در تاجیکستان در شهر کولاب هست، یک آرامگاه بسیار مجللی داره. در شبه قاره کشمیر، هندوستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، بخشی از ترکیه، این نام نیک این مرد بزرگ همه جا رو گسترانده در حوزه عرفان. یک چنین شخصیت‌هایی باعث بلوغ فرهنگی در جامعه میشن. شاید جسمشان نباشند، بخشی از مفاخر ما در وطن ما نیستند، ولی متعلق به همین فرهنگ و همین حوزه تمدنی هستند. استان همدان خوشبختانه یکی از گنجینه‌های گوهربار و ارزشمند حوزه فرهنگی و تمدنی ایران بوده و هست، چه در مفاخر متقدم و چه در حوزه مفاخر معاصر. خب حاج آقای فاضلی نکته‌ای رو گفت که نکوداشت حالا بزرگان و مفاخر معاصر که در قید حیات هستند خیلی لازم هست، واقعا نکته به جا و درستی هست. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئت امنای آن عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی مقام محترم ریاست جمهوری قرار دارند، هم بر این باورند که باید
به حوزه مفاخر فرهنگی و آثار و تألیفات اونها به عنوان گنجینه‌های در حال زایش و پویا نگاه کرد و خود مفاخر رو به تکریم کرد. 3 تا مأموریت رو بر عهده این انجمن قرار دادن. یکیش ساخت مقابر و مفاخر کشور هست که همین آرامگاه ابن سینا از یا بابا طاهر از همین ساخته‌های این انجمن هست، حافظ، سعدی، فردوسی، خیام، عطار و دیگران. و یکی هم چاپ و نشر آثار اینها هست و سومی بزرگداشت و نکوداشت مفاخر هست. ما بنابراین داریم که انشاءالله در این چرخه جدید مدیریتی که آقای دکتر محمود شالویی خودشون هم از یکی از چهره‌های مفاخر فرهنگی کشور هستند بتوانیم که مفاخری که در قید حیات هستند رو در گوشه گوشه ایران عزیزمون شناسایی بکنیم و در استان‌ها و حتی در شهرستان‌ها بتونیم اینها رو به نسل جوان امروز معرفی بکنیم. نسلی که امروز سرگشته هویت ملی و فرهنگی است. مردم همدان و شهرستان همدان باید دکتر احمد حبیبیان رو بشناسند، باید اون افتخار بکنند که سرمنشأ و الگوی جوانان جدیدی و نسل امروزی باشد که حبیبیان آینده همدان و ایران خواهد شد. این نوع نگاه باید ترویج بشه و الحمدلله مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر جوادی که خودشون سابقه فرهنگی دارن و سابقه خوبی در حوزه فرهنگ استان دارن، انشالله بر همین مدار که الحمدلله اولین گام